دلیل این که اصلا ما عطر استفاده میکنیم چی هستش؟ عطر صرفاً برای خوشبو شدن نیست. عطر برای ایجاد یه حس خوب هستش، برای ایجاد سوشال استاتوس هستش. عطر یعنی ماجراجویی، یعنی خلق. به شباهت بین عطر و موسیقی فکر کردیم. نوت‌های موسیقی، نوت‌های عطر و خاطره‌های بی‌نهایتی که ساخته میشن و ماندگار میمونن. عطر یعنی هیجان. همه برندهای اصلی موو کردن به سمت عطرهای یونیسکس. کاستومایزیشن یکی از اصلی ترین نکاتی هستش که امروز دنیا داره میره سمتش. اینجا بودش که ما کانسپت لاین اکسکلوسیو لدورا رو ایجاد کردیم. ایده این هستش که این امکان رو داشته باشیم با میکس کردن عطرهای مختلف از لاین جدید لدورا با هم خودت خالق عطرهای خودت باشی. شخصی سازی به تمام معنای کلمه.